کشتین زیبای جودو تیمور رحیموف پهلوان ناماشنای تاجیک در برابر گرم توشیشویلی ورزشگر گرجستانی قرار میگیرد. رقابت در مرحله نیمه نهایی گرم توشیشویلی که در دو رقابت اولش با جودوگی سفید بود برنده شده بود. اکنون با جودوگی کبود هست گرم توشیشویلی و تیمور رحیموف در سومین رقابتی که امروز دارد همانو با جودوگی سفید است. احساس میکند تیمور رحیموف که گرم توشیشویلی پرتاب بالای شانه دارد با همان روش ایپون سئوی نگه. از این رو به همین سمت باید توجه داشته باشد. ولی قدرت و توان و ببینید هر گونه حرکات با شکل و شیوه های گوناگون مبارزه میبرد گرم. تیمور هم چون شناخت خوب دارد از گرم فوراً سبک قپیدن و راه فرار از اصول حریف را هم میجوید. 1 دقیقه مبارزه به نتیجه به پایان رسید و دستی تیمور رحیموف شاید آسیب دیده باشد و پزشک مراجعت میکند. ببینید کندن کومیکاتا و همچنین مبارزه سختی که داشت در همین لحظه پایانی کم هم باشد شاید خونریزی از بینی تیمور رحیموف سر زده باشد. گرم توشیشویلی این قدرت جهانی جودو که در میان سنگین وزنها شهرت دارد در برابر تیمور رحیموف هست و این هم دومین رقابت گرم در برابر تیمور رحیموف در رقابت های سطح جهانی هست. بعد از بازی های المپیک تیمور رحیموف یکم گیج کرده بود گرم توشیشویلی را. اون در دور دوم رقابت ها بود. 4 دقیقه با تیمور رحیموف مبارزه برد ولی بالاخره اگرچه پیروز هم شده باشد ولی با قدرت و توان تیمور رحیموف در آنجا قائل شده بود. ولی قبلتر از آن در سال 2021 هم دوستان عزیز تیمور رحیموف در برابر گرم توشیشویلی مبارزه برده بود. آن هم در تل‌آویو اتفاق افتاده بود و در آنجا هم گرم توشیشویلی پیروز شده بود. و همون احساسی که تیمور رحیموف در بازی های المپی توکیو داشته بود که میگفت حتی توانی از صد راه برداشتن دلخواه ابر قدرت جودو را دارد و ویژه همین رو همون احساس اگر پای برجا باشد امیدوار هستیم که یکی از شکست ها را انتقام بگیرد، یعنی نتیجه را دوباره کند. و هر حال برداشتن گرم توشیشویلی از صد راه در مرحله نیمه نهایی تیمور رحیموف را در مرحله فینالی خواهیم دید و برای به دست آوردن مدال طلا و کار واقعا شاهکاری پرتاب های سئوی نگه توشیشویلی رقم نمیخورد، احساس میکند و تیمور هم به موقع ببینید راه فرار اینجا حرکات دروغین برای گریز از اصول های تیمور رحیموف بود. از حمله تیمور رحیموف فرار کرد توشیشویلی. ببینید بچه جانکنی که داشت فرار کرد وگرنه از کمربند بسیار به مورد قپیده بود و به سمت چپ که حمله میکند تیمور. این را هم پایخست کرد گرم توشیشویلی. ببینید تالار هم کلان به همین رقابت توجه دارند چون سنگین وزن ها هم بسیار شهرتیار هستند در دنیا. اکنون موقع خوب بار دیگر هم از کمربند حریف اجرای اصول چمت به سمت پیش، ولی این گریزی که توشیشویلی داشت اکنون از گریبان حریف اگر محکم بگیرد ولی ببینید چگونه راه فرار از اصول حریف را گرم در اختیار میگیرد. احساس میکند باز همون تاکتیکای قبلیش که اول به حریف شانس میدهد و بعدا آن غرور آن قدرت و توانی که دارد آن را میخواهد به نمایش بگذارد. خود را خسته هم وانمود میکند توشیشویلی، ولی تیمور هم میداند که با چی حریف فعلا در حال دست و پنجه نرم کردن هست.
تیمور رحیموف پهلوان نوماشنای تاجیک در حال رقابت. اکنون موقع قپیدن از گریبان سمت چپی گورام توشیشویلی و این هم نتیجه که و ببینید یک کوچی را استفاده کرد، اگرچه به نتیجه بود ولی توشیشویلی را یکم تکان داد، یکم لرزاند اوساتوگاری، ولی این هم به نتیجه هست. به سمت چپ توشیشویلی راهی نفس کشیش، ولی ببینید خوشبختانه تیمور هم خوب دفاع کرد و اوساتوی که جواب گردانید پر اوساتوگاری از سوی توشیشویلی، ولی این هم نتیجه نیست. 40 ثانیه تا پایان وقت اساسی. در این رقابت قدرت و توان و نیروی جوانی تیمور که خوبتر هست میتواند توشیشویلی رو اگر خسته کند و بعدا از پای در آورد. توشیشویلی که بارها با صفت ورزشگر شماره 1 در قهرمانی جهان، در بازی های المپی، در گرند سلم و گرند پری و مسابقات ماسترز اشتراک کرده است. 2 مرتبه میان ستاره های دنیای جودو برنده نشان طلا شده است، یعنی درخشنده تر از دیگر ستاره ها شده است در میان ستاره ها. ولی امروز تیمور ما او را چند بار تکان داد، او را هشدار داد که با چه حریف روبرو هست. اکنون داور چه قضاوت میکند؟ شیدای اول با توشیشویلی با 3 شیدا هم پیروز شدن برای تیمور رحیموف خوب است، اما با تیمور هم 1 شیدا داد. گمان میکنم این جای شک و تردید نیست. ثانیه های پایانی وقت اساسی. سنگین وزن ها که خسته میشوند احساس میکنند در همین لحظه یک گانگ زدن، یک نفس راست میکنند و با نفس تازه بر رقابت میپردازند. گلدن سکور، دقیقه های طلایی یا فرصتی که هر دو چهره های سرشناس و قدرت های سنگین وزن جهان باید این فرصت را غنیمت دانند. به سمت چپ تیمور رحیموف موقع اجرای همان هلوک معمولی چپ و راست کوچی را استفاده میکند. یک وزر تیمور را به فینال خواهد برد، اما توشیشویلی کارش هم به تعبیر آمد نکرد و به همین ترتیب تیمور شاید دستش یکم آسیب دید، ولی اگر همچون عمل تاکتیکی خود را خسته وانمود کند با دست چپش، این هم خوب خواهد بود. یعنی همون شیوهی که بعضا ورزشگران با استعداد در برابر حریفان خود دارند. سمت چپ با جفتی به هر دو پای حریف ببینید چی ضربه میزند اوساتو به اوج اعلا و به همین ترتیب داوران چی قضاوت میکنند، نوارهای تدریجی را میبینند و به همین ترتیب طبق قاعده آخری که در فدراسیون جهانی جودو قبول شده است، اگر عمل جذاب و جالب باشد اما ببینید باز یک ناعدالتی دیگر گمان میکنم در همین لحظه سر زده باشد، چون که همون عملی که هر دو پای حریف از هوا آمده به زمین میزند در قاعده های آخر آن میتواند وزر قبول شود، ولی ناعدالتی داوران میتواند روحیه ورزشگر را شکست بدهد یا تغییر بدهد. یک پایزنی دیگر به همین ترتیب اگر ببینید توشیشویلی را چگونه خسته و بیمدار کرده تیمور رحیموف، این هم دوستان عزیز باز یک شاهکاری تا اینجا از تیمور رحیموف دیدیم، اما با پیروزی برسد آن شاهکاری در عمل تطبیق خواهد شد در برابر یکی از قدرت‌های جودوی جهانی گورام توشیشویلی. باز هم همان نیروی جوانی و قدرت و توان و تهمتنی صفت‌های شاهنامه را اگر اثبات کند تیمور رحیموف میتواند در برابر توشیشویلی پیروز شود. ولی کاری که کرد در حال اجرای همان اصول ضربه زدن به جفت پای حریف و گرفتن اما سیویاناگی اوچیماتا و یک ضربه زنی دیگر ببینید توشیشویلی چگونه به لرزه می‌دراید اوچیماتا. به همین ترتیب باید کایها یک شیدو دیگر به توشیشویلی میداد داور و اینجا سومین شیدو میشد، ولی ببینید دومین شیدو به توشیشویلی با سبب کمکاری، یک شیدو دیگر به توشیشویلی تقدیر پیروز را روشن خواهد کرد. تیمور رحیموف به فینال خواهد رفت.
اما هنوز لاف نمیزنیم دوستان عزیز، چون که در جودو در هر لحظه و هر ثانیه اتفاقی غیر چشم داشت هم افتیدنش ممکن است. ولی تیمور تا اینجا برتر هست. اجرای اصول پایزنیش هم به مورد یک بار دیگر راساتو ببینید به مورد فقط در دفاع بود. اشیگوروم هم بسیار زیبا به سمت چپ اگرچه بود ولی بسیار زیبا جذاب و دیدنی بود. اصلا به هنر و استعداد تیمور. یک کمکاری دیگر اگر داور لطف کند بر سود تیمور رحیموف خواهد شد و تیمور رحیموف به فینال. ولی اکنون در این رقابت ها به تعبیر داوران گویا عدالت پای بر جا هست و رقابت ادامه میکند. ولی پرتابی که تیمور رحیموف در برابر توشیشویلی داشت آن پرتاب واقعا از یاد ما نخواهد رفت، چون که خیلی پرتاب جذاب و دیدنی بود و به همین ترتیب از هر دو دست به سمت چپ با مورد یک بار دیگر همان سمت اوساتوگاری، ولی پرتابی که توشیشویلی داشت و ضرر میدهند، وگرنه به مثل همان پرتابی که بود جذاب نبود چونانه که تیمور رحیموف داشت. ولی چی علاج؟ اینجا باید نوارهای تدریجی را ببینند یا نه؟ سئو نگه که بارها استفاده کرد موفق نشد، ولی بالاخره ببینید داور اشاره میکند باید نوارهای تدریجی را دید. اگر وزری نباشد پس این به طاله ورزشگر ما و به وقت ورزش ما، اما وزری هست دوستان عزیز، متاسفانه وزری است. ولی تیمور رحیموف برای به دست آوردن مدال برنجی مبارزه میبرد. امروز خیلی حال گورم توشیشویلی را تباه کرد. به همین ترتیب ببینید ادای احترام سومین بار میشد که توشیشویلی در برابر تیمور رحیموف پیروز میشد. به همین ترتیب دوستان عزیز گزارش مستقیم ما هم از جریان رقابت های مرحله مقدماتی جایزه بزرگ یا گرند اسلم جودوی تل اویو به انجام میرسد. بنده کریم خان بگمتوف از طرف خود و جمع همکارانم برای توجهتان